زندگی یه آدم میتونه با رفتار اطرافیانش به صورت کلی تغییر کنه. سلام، من علی هستم و امروز اینجام تا داستان خودم رو بگم. من بچه درسونی بودم و تو زمینه درس همیشه مورد تشویق خانوادم قرار میگرفتم، علل خصوص مادرم. مامانم یه قاری قرآن بود، یه مادر فولاد زده، از اونو که همش حرف خودشه. خلاصه سال 96 تو کنکور یه رشته پیراپزشکی قبول شدم و رفتم دانشگاه. تو محیط کلاس و دانشگاه من با کسی جور نبودم الا یه نفر، اونم رویا بود. من رویا رو خیلی دوست داشتم، برای همین وقتی یه ترم گذشت تصمیم گرفتم که بهش پیشنهاد بدم و این شد که ما اوایل ترم 2 با هم دیگه دوست شدیم. اونقدر رویا دختر خوبی بود، اونقدر که به دلم نشست تصمیم گرفتم خیلی زود همه چی رو به مامانم بگم. پس همین شد که رفتم به مامانم گفتم از یه دختر خوشم میاد که اتفاقا هم کلاسمه و اگه ممکنه بره باهاش حرف بزنه. اما مامانم زن سرسختی بود، حتی پدرم هم نمیتونست رو حرفش حرف بزنه، اصلا تو کتش نمیرفت. خودم مونده بودم و خودم وای خدایا چجوری قرار راضیش کنم. حتی نمیخواست دختره رو ببینه، چه برسه که بخواد بره خواستگاریش. هفته ها و ماه ها گذشت اما هنوز نظرش همون بود. اما یه روز اومد به هم گفت آره قبوله، حاضرم برم ببینمش. شوکه شده بودم، اصلا همچین رفتاری بهش نمیومد. گفت منو ببر رویا رو ببینم، اما خودت نیا نزدیک، فقط نشونم بده کدومه، خودم میرم باهاش حرف میزنم. منو بگو. قند تو دلم آب شد، تا صبح خوابم نبرد. صبح زود پا شدم، سری سوار ماشینش کردم و بردمش دانشگاه. رویا جلوی دانشکده بود، با دست به مامانم نشونش دادم و اونم رفت که باهاش حرف بزنه. منم سوار ماشین شدم تا یه دوری اطراف دانشگاه بزنم. حدود 10 دقیقه بعد وقتی برگشتم که رویا و مامانم رو سوار کنم، دیدم که بچه‌ها جلوی دانشکده جمع شدن و حسابی شلوغه. مامانم وسط دانشگاه در حال داد و بیداد بود. اصلا باورم نمیشد، یعنی چی شده بود؟ وقتی رسیدیم خونه مامانم حسابی عصبانی بود، مدام یادآوری میکرد من بهت گفتم این آدم به دردت نمیخوره، چقدر اصرار کردی، اینم نتیجهش. باورم نمیشد، یعنی چی رویا را اینقدر عصبانی کرده بود؟ من که به رویا گفته بودم که قرار مامانم بیاد ملاقاتش، پس چرا اینجوری کرده بود؟ یه چیزی این وسط نمیخوند، اما من متوجهش نمیشدم. تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به رویا، اصلا جواب نمیداد. مدام بهش زنگ زدم تا در آخر بلاکم کرد. یعنی چی شده بود؟ رویا چرا با مامان من دعوا کنه؟ هیچ چیز درست نبود. حدود چند ساعتی گذشت تا دوستم با هم تماس گرفت. گفتم تو نفهمیدی چی شده؟ چرا اینجوری شد؟ وقتی که تعریف کرد سرم سود کشید. بهم گفت که مامانم تا رویا رو دیده شروع کرده داد و بیداد کردن. بهش گفته که دست از سر پسرم بردار، هیچ جوره نمیخواد اون عروسش بشه. بعدم صداشو برده بالا و کلی بد و بیرا به رویا گفته و بعدن حتی خواسته بهش حمله کنه. اینجا بود که فهمیدم مامانم از همون اول برای دعوا با رویا برنامه چیده بود و اصلا خواستگاری در کار نبوده. مامانم گولم زده بود و برای به کرسی نشوندن حرف خودش حاضر شده بود خودش رو راضی جلوه بده. خلاصه چند روز گذشت، تصمیم گرفتم که برم دیدن رویا تا بتونم لااقل باهاش حرف بزنم یا براش توضیح بدم. رفتم دانشگاه و نشستم رو نیمکت جلوی دانشکده. منتظر بودم که بیاد، که بعد چند ساعتی اومد. داشت میرفت نزدیک بوفه. رفتم جلوشو خواستم حرف بزنم، اما رویا حسابی عصبانی بود.
اصلا حرفم رو گوش نمیداد. حالم میداد عقب. همه دانشکده نگاه میکردن. از رو عصبانیت حرفایی به هم زد که اصلا باور کردنی نبود. هر حرفی که میزد یه تیکه از قلبم مچاله میشد. خودم رو جمع و جور کردم و برگشتم خونه با یه حال حسابی داغون. این حالو حتی واسه دشمنم هم نمیخواستم. انگار دنیام تموم شده بود. نه، شایدم رویام تموم شده بود. مامانم اما اصلا ناراحت نبود. اینکه کارش انقدر زندگیمو پریشون کرده بود ذره‌ای براش اهمیت نداشت. بهش گفتم رویا دیگه جوابمو نمیده. توی دانشگاه حتی نگاهم هم نکرد. لبخند رضایت اومد روی لبش و گفت خوب شد. من از اولش هم از اون خوشم نمی اومد. اون به دردت نمیخورد. به ما نمیخوره. هر حرفی که از دهنش در می اومد عصبانی ترم میکرد. دیگه نمیتونستم تحملش کنم. یادآوری کارهایی که کرده بود به مرز دیوونگی میکشوندم. برای همین پا شدم. رفتم تو حیاط. خیلی عصبانی بودم. بنزین ماشین رو خالی کردم توی بطری و ریختمش رو سر و صورتم. حسابی که خیس شدم تو حیاط خونه خودم آتیش زدم. متاسفانه شدت سوختگی اونقدر زیاد بود که دکترها نتونستن برام کاری کنن. من دیگه به زندگی برنگشتم. نمیدونم، شایدم زندگی بدون رویا رو نمیخواستم.